یکی از وزرا به من گفت یه خاطره فلانی داره، اگر رفتی فلان شهر برو خونش بگو خاطره رو بگه. ما فلانی رو در مکه دیدیمش، رفتیم جای مقرش، گفتیم که یکی از وزرا فلانی گفته شما یه خاطره داری، او خاطره رو میشه به من بگی؟ گفت نه خاطره بدیه نمیگم. گفت حالا شما آقای قرائتی هستی برات میگم، بگم نگم؟ این خاطره 40 دقیقه گفت تقریبا و چقدر هم نعره کشید و گریه کرد و ما گریه کردیم. او 40 دقیقه رو من 3 دقیقه بر شما میگم، خیلی در هم میپیچم خاطره. ایشون یک عارضه پیدا میشه براش میفته. خب جمعیتی از پاسدارا دورش بودن و ایشون رو سری میبرن و میگفت یه مرتبه دیدم که گفتن شما آماده شد دنیای دیگه. خب ما وارد دنیای دیگه شدیم. گفتم چه کردیم؟ کتاب‌های نوشتیم. گفتم قبول نیست. جبهه قبول نیست. پیشنمازی قبول نیست. درس خارج گفتیم. بابا کتابخونه قرض الحسنه. بابا هر چی گفتیم. گفتم نیومد. گفتم خب اینجا چیز ثبت نشده. حالا میخوای بگی چه کردی؟ نگاه کن به این صفحه. میگم یه صفحه راستم حال اینا که میگفت خیلی مفصل میگفت گریه میکرد که ریشم سفید شده، هیچی برای قیامت ذخیره نداره. میگم یه صفحه بود که تمام ریز کارام رو صفحه آمد. ما لهذا الکتاب لا یغادر الا کبد اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم فبصرک الیوم. قیامت مجرم در قیامت گیجه پرناس سکا، پیشونیشو فلز میزنندش، تکوابه ها جباه هم جبهه پیشون هازا ما کنن پول کابون دیگه کسی ندیدی بام. یه آقا میگفت صحنه باز شدم. بعد گفتم خب چه بکنیم؟ عبادتام هیچی ثبت نشده، خلافام همه ثبت شده. یک نعره کشیدم. گفتم من علی را هم دوست نداشتم، من فاطمه را هم دوست نداشتم، تا گفتم من ولایت هم نداشتم. گفتم چرا؟ همین نخی که تو مونده همین بوده، تو اینا رو دوست داشتی. برگرد ولی هیچ کدوم کارات برای قیامت ثبت شده. برگرد از نو و شروع کن به قرآن. تو برای قرآن کاری نکرد. 4 دقیقه تموم شد. 4 دقیقه 40 دقیقه بودم. میگم وقتی برگشتم، وقتی که توی احسان را دستم قلف شد، بعد دیدم پام تکو خورد، بعد دیدم لب من شل شد، چشم من تونستم باز کنم، چشم باز کردم دیدم دور تختم همه دارن گریه. قبل از آنیم که این صحنه پیش بیاد میگم من دیدم پام شل شد، دستم دیگه تکون نمیخوره، کسم لب من قلف شد. گفتم صدا بزنم، گفتم فلان فلان زود فامیلا خبر کن، نفس آخره. میگفت اینم گفتم. رفتم دیگه. این صحنه ها رو که دید درم گردن گفتن تو رو به خاطر ولایت برمیگردم. میگفت چشم رو کردم پسرم بالا سر با همه فامیل گریه. گفتم که من نعره هم کشیدم، چون وقتی دیدم دستم خالیه گفتم هیچ کاری ثبت نشده، نعره کشیدم. گفتم من فاطمه رو دوست نداشتم، علی رو دوست داشتم. میگفت چون نعره کشیدم، گفتم بی جلو در گوش بچه‌م گفتم آیا من نعره هم کشیدم؟ چون تو اون دنیا نعره کشیده بود. گفتم نعره نکشیدی. بید آقا جون 2 ساعت چنون می‌لرزی که هر چی تخت نگه می‌داری. ببین آقا جون زیر پلینت خیس شد، پیرنت خیس شد، پتوها خیس شده، انگار سطل آبه. بگم منو برم گردونم. این صحنه ها برای ما هست. به امام رضا بگید حلش کنه. من به امام رضای تو گفتم آب کثیف که میده تو باغچه گل میشه. آیا حرم تو از باغچه کمتره؟ آیا تو از گل کمتری؟ آیا من از نجاست پسترم؟ آب کثیف میده تو باغچه گل میشه.
بهتر باید حل کنید و شاید هم این ماه رمضان آخر ما باشه. و من گفتن نماز میخونی سلب صلات مودع، فکر کن نماز آخر شاید آخرین زیارت ما باشه و جز عفو راهی دیگه نیست برای نجات. کتاب چاپ شد، تفسیر نوشتم، درس خارج خوندم، گفتم ایدئولوژی، جهان بینی، اینا هیچ کدومش داخل قیامت آدم شک داره میشه یا نمیشه، چون کارای ما 3 تا آفت داره. یا اولش خرابه با ریا و سمعه، یا برای خدا شروع میکنیم وسط کار غرور میگیره دمون، یا آخر کار حبس میشه. بنابراین با امام رضا بگید که من تو حرم فکر کردم چی بگم، به امام رضا گفتم یا امام رضا من نمیگم طلبم، ممکن بگیم نمیخوام، بگم تفسیر نوشتم، ممکنه دیگه دکون سخنرانی کردم، خدا نده هر چی بگم پاتک میکنیم. من یه چیز میگم که تو مجبور بشی قبول کنی، یا امام رضا من تو حرم وارد شدم یا نه؟ من وارد که شدم که